جدید فکر کنم به همونجا بری یوسف. منطقا اینجا با دیوار نباید ارتباط برم. شاید رب باشه گیمش خیلی باشه اساس میکنم یکی شما پلی داد بعد توضیح بدید. من یه دقیقه صبر کن بذار اول بگم توضیح بده. مهدی کجی به جمع اضافه شد مثل اینکه. خب نه من کجم مهدی کج اضافه شد. یعنی چی؟ فارسی رو پاس چجوری امتیاز حرفه‌ای داریم مهدی کج نداشته باشیم؟ یه فرقه اومدم یوسف یاد فارکرای 5 نمیافتی آقا چرا یکم آره به قلبشو کشیدم بیرون. آره یه سری همون شیاطین که جام اسکرمون میکردن و همونو. نه اینا یه فرقه شیطان پرستی. خب یه کاری با قلبش قطعا میخوام بکنن دیگه. نه دیگه ببین کشتنش گفتن این برای نه برای شیطان فداش. آره اینجوری بوده که این مالی کیه؟ آره نه حالا ما داریم سرنخ پیدا می‌کنیم شیطونا رو پیدا کنیم. میشم قاتلا رو. پلیس بازیه. اینجا گلیچیه یوسف؟ نه مدلشه. مدلشه نیست اینجا گلیچیه. برو. اوکی. نامست. چی باشه؟ نت مفت داری؟ نه. با نوشته‌های چسبیده نوشتنش. ایزرم روش بان مدادم نوشتم. یه قاتل یه پیام گذاشته. خودت ترجمه کن. من مالی کیه؟ نه یوسف نمیتونه درست ترجمه کنه دقیقا همش. نه من خودم میفهمم تا بیام ترجمه کنم میگذره وقتش. خب من میتونم در لحظه بگو. خب ترنسلیت نکن توضیح کلی بده که چی شد. حواسم فرد نکنید بیشو یکی میدونه متینی که 10 دفعه واکول بدید. نه برو دوشو چجوری اونا قبول کردن این قضیه رو که میتونستن بهش صدمه بزنن. ما FBI هم هست قطعا باید در آینده به نظر FBI نمیایم و من حس می‌کنم CIA یه چیزی باشه. آره اصلا لباسش که مشخصه ولی چیز مهدی بازی یه ذره کارگاهی هم هست. آره بیشترش یعنی فکر کنم با این شرایط کارگاهی کلا. نه کلا برگشتیم دست رو طرف تو چی بهتون گفته بذار یه دقیقه برم تو ذهنش چیو دارم. این ذهنمونه مهدی ذهنش حس شیشمونه کاملا سرنخا رو اینجا میذاری آره شبیه شروع کنم. آره رمزگوشایی میکنی در حالی که سازندش یه نویسنده رحمانی مدرک و سند چون اونم قشنگ همینجوری هم تیکه ها رو داشت دقیقا همینجوری دوباره با شیطان حرف زنده در مورد اون برگی که تو دنگل رو پیدا کردیم. نقش ناجی قابلیتی نداره بازسازی کنه اصلا اتفاقایی که افتاده رو. نه درون یک دروغ احمقانه باید خودتون درش میاره. یه چیزی درون اون بوده درون قلبش. اوه یعنی چه خودت باید درش بیاری؟ خودم به من رو تو بگم اصلا خودت باید درش بیاری. من چی به شیطان داری؟ از ذهنش بیاری. این هم چیزی که در بیاری. قهوه بخوریم؟ بهترین مامان نات کوین. نه نات ورس ما مادر چیکار کنم الان مت؟ خب چرا دوباره برگشتیم؟ نه من میگم اصلا رو میتونم کویک بدم به کد بهم داده. نه الان نمیتونم. این توضیح در مورد علموی که یک به من میدی؟ نه هیچ ربطی به داستان این نداره. هیچ ربطی داستانش به این نداره. همچنان بازم چون نمیدونی چی من میدونم داستانش شیطانیه کارگاهیه و توش دنبال یک فردی بودیم که تش داستانش پایان بازم بود.
آره و مرد آخرون فرد تو جهان حالا میشه اینقدر چیز هستی نکنی باش فهمیدیم میدونی جهان شروع هستی بازی کجا شروع شد یاد دقیقا خب میگه بعدا رو ببریم تو اف بی آی چیز پیدی ASAP چیه؟ میگم سازمان مثلا فلان نه Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. یا بگی چرا معنی نمیکنم بهتره نکن To the gate, it's a shortcut back to the parking lot just up the hill. کلید پارکینگ ده بودم میتونی با چیکار با کلید در انتخاب کن رزیدنت ایویل چرا خیلی خم ده کجا رو بچه صبحانه Seems like a nice town. کجا رو کرد چی؟ Murders aside. هم قشنگی نیست Pretty بود woods. دارم راه میرم خیلی اینجا چیزی حاجی نداره اینجاش کپی فارکرایه یه مرحله تو بود دنبال چیز میرفتیم تو نه کپ حاجی ماشینا خود اف بی آی جی تی ای حس کنم چوری بودن این چرپی نداره نه این اصلا ماشین شخصی یوسف شبیه حتی ماشینش هم مثل فارکرای بهم Get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so. ولی چه شرکتی بود؟ ناتی داگ رمدی همون که دیشب داشتیم در موردش حرف می‌زدیم آره رمدی With your technique, these hunches were moving fast. جی تی ای رو ساخته I wasn't sure کمک about taking کرد a case. راکستار همون گوش رو نگاه میکرد Thrilled to be نه here for کمک کرد خوبه گردن میگیری کمک کرد دیشب اینجوری بود که حاجی گیم رو ساخت نه من نمیگفتم میگفتم کمک چه this. گرافیک Swing by the lodge چیه؟ to get anything. آره ولی تازه لوشه یوسف داره پلی میده I'll park با there. لوش باهایش تقریبا یه ذره فرق Get a feel for the town. آره یوسف اف پی اس 10 15 اف پی اس فرق چه پارک خیلی دوست دارم سیستم ما باش محک بزنم اف پی اس حجمش زیاد این سه فلش داد داشت تو مگه اف پی آی نیست خارج چه اسلحه رو واسه کمرت وسط شهر چیکار تو میکنی داره اینجوری میکنی اومدیم اسکای پیدی اومدیم اسکای I پیدی smell coffee. باشه دلیل نمیشه اسلحه رو بذاری پر شالت را بری به احترام میگه من یه ذره قهوه میخوام بعد بریم قهوه بریم بعد با اسلحه این چی بریم مثلا هنده قهوه فروش نه بریم خب باز کنی نمیگه قهوه کجاست چیزه این چیه؟ مپا چی باز میشه داداش تبلیغات داره میکن گیر دادی یا داره میگه کوکاکولا بهتره از پپسی برو هدشو بزن برو خلاصش نمیشه خب پپسی بهتره کوکاکولا خوبه یهودی فقط نمیشه Welcome to Bright Falls. حاجی گنگ اف آی جی تی ای بیشتر اینه I got you. چیه Oh, it's Washington. آهم خوب پشما ماجی رید به پلیسا گفت پلیسا هر روز تو قهوه هم دارن قهوه Coffee. You know I would. یوسف برگرد پشت سرتو نگاه کن بعد برو رو فوتومود Anderson. This is برو it. فوتومودشو نمیم توی دوست Tim Breaker. دوست ندارم And let me just say, I'm happy you two are هیچ here. دوست ندارم میخوام یه نمایشات باحال نشون بدی Your deputy. آ پشت کن به این مرده is here. آقا اینجا داستانش مهمه Sound like suspects. 6 ماه هم این کاری کن چی نگو تو دقیقه الان گفت خراب کرد. یه ساسپکت پیدا کردیم یعنی یکی که مشکوکیم بهش Coffee and pie to calm their nerves. اینا شریف هم هفتاد. Say. ده Casey, you نه can شریف handle هم the sheriff. آره اینا با یعنی چی شریف نه واقعا شریفه گاف چرونی میشنستن We've looked through the case files you sent over, Sheriff. گاف چرونه Have you had many ساعت آرپیشون نه این واقعا مال یه جا دیگه go missing? Sure. But it's ما قهوه not نمیدی؟ since Cauldron Lake was fenced off. نه دیگه تو همه الان چیکار کنم گفت جاشی اصلا برای خلاص نمیزنم صبر کن نمیشه کریپتو بزن نمیشه نمیشه خب اصلا یوسف الان گفت من ببین نمیتونی چیکار باش کنم حرف بزنی توز ایونت برو چیز برو کافه برو تو کافه نمیشه یه دانه برو باشون مصاحبه باش آره برو خلاصش کن. اهالی شهر بپر که اصلا بی بخارن از یکی من پرسید همینجور رندوم میریم داره میپره آقا این پیرزنه دیگه داره میگه چی میخواد I'm Agent Saga مثلا Anderson. پیرزن Are you the Bookers? من مأمور ساگا الدستون هم Hello, officer. و اینا هم دارم خودشون معرفی میکنم So are we being charged
دیت مگه؟ همون چرا شما اجابت رعایت نکردی؟ میگه اتفاقا رعایت کرد یه کاری ای بابا من به چی این یادش اجابت رعایت کردی؟ چرا اینجا اجابت رعایت کردی؟ یه کو بزن میشه ها دور زدم جنگله چی دیدیم میگی مرد داشت راه میرفت اونجا احمد نداره یه اسکینی بود یعنی لخت یه من مدرداد صدای شلیک شنیدم یه ماسک عجیب میگه قلبش رو چال میدونی نمیدونم چی میگه ولی باش میگه برای چی بهش میگی یه فرقه بودن میگه ماسک و چاقو کافی نبودن بعد اونا میگفت تیر میزدن میگفتن فرقه درخت تق فرقه درخت تق چیزایی که میدونستم شیشه آدم چی کارا که نمیکنه میگه همون چیزی بود که من میدونم میگه من نویسندم محمد کیه جی کجی تو ها؟ نه کیجی شون یوسف تب بزن برو تو ذهنت ببین چی داریم هیچی نداریم اینجا یه کیس دیگه پیدا کردیم دو کیس شدیم یه جا بزنم احتمالا مال اینجاست آره پرونده حل شد یک دست آها یه چیزی ازش در آوردیم نه برو کیس دوم نه این کیس اول برو کیس دوم اونی که اینو بگیدم هرچه مهم نبود من یه سوال دارم بگی فرقه درخت و زندگی جدیدی دارم شروع کنم یه پرونده جدید شروع کردم این به چقدر نمالی زوخ داره عکساشونو در آوردیم نه این دو این که زرده نه یوسف باید بری تو اون کیسی که کنارش تیک داره اینجوری آبی و زرده برو نه رو کیس به قرآن اگه سازنده بازی این قضیه رو یادش بشه اینجا بلش مدگر ننجی کو اینا پشمان شاخ گذاشته براش آره شبیه یکی موزیک ویدیو پوتک اسم زن پوتک بشه نه یه خطایی زده به تمام متن درست کرده این میره تو بخش دوم که مال کدومتون میتونه باشه بالایی میدونش بالایی خودش رفت برای خودش ساخت خدا چه پرونده ای شدی حالا اینجا هم برو بعد با شیطان ارتباط روحی برقرار کن یعنی چی با شیطان ارتباط روحی برقرار کنی؟ باجی اون نویسنده چی داشتن به من میگفتن؟ باجی مدگر راست میگه مهدی با شیطان مدگره این هیچ این سیاه پوسته دادش چه نجات در از چه رفتی داره حتما میتونه سیاه پوست باشین نه حتما سیاه پوسته متاسفانه یه جایی سیاه پوست بود ما الان فهمیدیم که اونا داشتن دروغ میگفتن کامل قضیه رو به اون نگفت بس بریم اونا رو دستگیر کنیم ساسپکت 7 دادشون نه رندوم هم دیگه نمیتونیم که اون فایبه هم بود نه حقیقت دروغ به ما گفتن لاشی حقیقت رو به ما آره نه اینجا کاری نداریم برگرد برو فوششون بده میگه اونجا یه چیزی پیدا کردیم به من نگفتی ها چی اونجا افتاده بود انگالو بکنم تو دماغه چجوری به اینجا رسیدی میگی آره دیگه میگه ذهنمه دیگه بود بریم گم مقاستم اینو بازار سیاه بفروشم من ایلومیناتی مثلث این ابزار مدگر هیچی ربطی نداره به جالبه کراش رندوم شه رفیق این میشناستش
متین این جدید بود میشناستش. زن گفتی کجا دانلود کردی گیمو؟ مترو. چجوری برم مرده بشم متین؟ داشتی میگفتی مرده شدم و یه ذره داستانو بری جلو. یه لحظه اگه مردگر باشی یعنی نلش اون جیده نه مرده بشیم مهدی باید بیاد با هم روانی شیم. خیلی سخته. سیو گرفت یه دونه. الان تو سیو بعدی میخوایی ادامه بدی؟ پشمام اون میدونه ما بچه داریم با اینکه ما تو این شهر جدیدیم و تازه میگه بچه همون هم مرده. آره بعد میگه من داری ما میگیم همین رو اسکیر کن. چه جرمی دروغ؟ دونستن چیزایی که بهش مربوط نی. آره ایش معمول شخصی کیفی هایی نیست. ما کارگاهیم. چی شو؟ خودمونه عکس خودمون رو خودمون. Go to the sheriff station. آره برو شریف. برو ساسپی. خب میگه بعدنش رو بردن تو شریف. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. نثار رو پاکیش سلیبات. Okay. Let's take a look at our دوره patient. چی دیگه مرد. هم جنازه است. نه همونه. چه نمیخوای یه لباس تنش کنی؟ نه دیگه جنازه که نه دست What was داری. the cause of death? درستش. What other جنازه رو لباس میپوشونیم به شما تو شهرتون؟ can't make it out? نه. البته خارجی موقع چی میگن خاک سپاری لباس کت و چربات در جنازه هم. اونو که اصلا میسوزنه اگه نمیسوزنه. آره. اون یهودی ها نبود. It doesn't add up. لباس تنشون ببین گفتم قلب بسطه. ببین قلب They did بسطه. leave something inside his chest. چی داری میگی قبل؟ This looks وسطه. نه تقریبا سمت چپ ببر. نه قبل که واقعا چپ. نه بابا وسطه. به نزدیکای قفسه سینه است اینجا. اینو زدم وسط هرچی بوده کندم مهدی. یه چیزی بابا قلب دیفالت وسطه. نه مهدی سرچ میکنیم. سرچ کن. باش. میشه الان بحث وسط یه چوس مایل به چپ داره درست وسط. این مال چی میشه الان؟ چون بهمون هیچ چیز نمیده. اینم فکر کنم جدید کریت میکنه. آره. نه زمانم به هیچ چیز برو کیس دومت. دو کیس شریف برو آنباکس کیس رو فین کن. نه این که بالاش نیو فولده. نه ببینیم که نایتینگل به ما چی میخواد بگیم. تو داشت که مرده. منظورش از سر نخواست داداش یه سر هوش ذهنی تو. نه اینا رو میچسبونیم به هم طرف که زنده میشه دور کریت میشه. آقا این به دبازی شیطان قلبش چقدر بده. خیلی عکس قلبش بده. این شالون داریم یه عکس شبیه. جالا این همه چیز در آوردیم به چی برسه؟ هیچ. برگردونیم. چقدر پشم داشته خدا بیام. آره. دستشون اون تو چیکار میکنه؟ آقا این داره کار بدی میکنه. دنبال یه قلب دیگه. حالا یه رو زنده میشه. 8 پا همه. الان دست خواست. خارت. چجوری اینو در آوردی؟ ایکس ری داره آج. میگه نایتینگل ساگا رو دید و نور رو دید و از این که تو داره سنگین صحبت میکنه نمیشه نویسنده بود نمیشه نه که نویسنده باشم می نویس. اینو یکی میگفت که حالا میگفت دیگه یه چیز دیگه هم پیدا کردم مثل این که ازش جیمبو این اطلاعات میکنم آخرین صدا شیطون میاد. آقا وقتشه بسم الله بگیم. این غیب شد. بسم الله گفتی؟ یا اول پس زنده شد. یا اول پس به من کلیکر رو نشون بده. میخواد تو کلیک بزنه. اوه چه زوری داره.
آقا اینا خشونت زنانه دارن. گفتم این زنده میشه و یه حسشی چون بهم گفته بود. اصلا این قلب نداره، تو هم مغز نداری برای همین این قضیه فکر یوسف یه کاری بکن. این بازی شیطانه میشه هر چیزی امکان پذیره. یوسف زنده شدی برو سمت نور. تنها چیزی که میتونم بگم حشری هست من. آجه اسکان میخواد اون شیطانه نمیتونه تو نور ببینه. نور روشناییه. کور میشه. سلام. یه کار میکنم بهت پس بدی؟ نه پس بدی. کان ندارم. برو سمت نور. برو سمت نور. برو سمت نور. همینجا باش. یه جوری بعد از اینجا دری. شما میده کلیکه. حالا من واسه یه موقعیت درست شد. ببین اگزیت از همون سمتی که این اومد. بعد بریم. این ما رو نمیبینه خب دیفار. تو نورم نمیتونه بیاد. لطفا نور دونش. آره. دافس. برو. اصلا رو بده. بیا جلو. چی میگه الان جوجه؟ این داره سیس کنی. بزن تو بده. فرار کن. چی شد؟ جیب شد. براش منتظر. نه اومدم داخل اون کجاست؟ شت. بد شد. End of chapter. پایان فصل اول. خب دوستان میذاریمش اینه دیگه واسه پارت بعدی. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین از این. من این مهدی که نازش بفهمه چی شد بازی. من چیکاره میدم؟ چرا هستش چیکاره میدم؟ من چی؟ تا ویدیوهای بعد خدا حافظ.